فکرشو بکنید، یه امپراتوری بزرگ ممکنه کل اساسش یه دروغ بزرگ باشه. این سال دقیقاً ما رو میبره به قلب یکی از جنجالی ترین بحثای تاریخ اسلام، راز تبار فاطمیان. ببینید، این سوالی نیست که تازه مطرح شده باشه. قرن‌هاست که مورخ‌ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن. امروز میخوایم با هم بریم سراغ ریشه‌های جنجالی و میشه گفت انفجاری خلافت فاطمیون و ببینیم اصلا قضیه از چه قراره. خب برای اینکه این جنجال رو درک کنیم، اول باید بریم سراغ داستان رسمی، یعنی ادعایی که خود خلفای فاطمی داشتن. داستانی که در واقع همه چیزشون روی اون بنا شده بود. بذارید صحنه رو براتون ترسیم کنم. قرن 10 میلادی، یه جنبش مذهبی که تا دیروز مخفی بود، یهو تبدیل میشه به یه قدرت جهانی. فاطمی‌ها از شمال آفریقا سر بلند میکنن، مصر رو میگیرن و یه امپراتوری را میندازن که از سیسیل تا سوریه کشیده شده بود. یعنی رسما قدرت‌های بزرگ اون دوره رو به چالش کشیده بودن. اما قدرت فاطمی‌ها فقط به شمشیرشون نبود. اصلاً برگ برنده اصلیشون یه ادعای معنوی خیلی خیلی قوی بود. اینکه اونا نوادگان مستقیم پیامبر اسلام از طریق دخترشون حضرت فاطمه هستند. و ببینید، این فقط یه ادعای خون اشرافی نبود ها. این یعنی ادعای داشتن یه حق الهی برای حکومت بر کل جهان اسلام. ریشه این ادعا برمیگشت به تفکر شیعه اسماعیلی. اسماعیلی‌ها معتقد بودند که امامانشون، یعنی رهبران الهیشون، برای اینکه در امان باشن، برای مدتی از انظار پنهان شدن یا به اصطلاح وارد دوره غیبت شدن. حالا فاطمی‌ها چی میگفتن؟ میگفتن بنیانگذار ما عبیدالله همون امام پنهانیه که همه منتظرش بودن و حالا ظهور کرده تا دنیا رو رهبری کنه. خب این داستان رسمی بود. اما همیشه یه امایی وجود داره، نه؟ مخالفانشون، مخصوصاً رقبای سرسختشون یعنی خلفای عباسی تو بغداد، یه داستان کاملاً متفاوت و خیلی خیلی تاریک‌تر تعریف می‌کردن. اونا میگفتن بنیانگذار فاطمیون یه آدم متقلبه، میگفتن کل این داستان تبار مقدس از اول تا آخرش ساختگیه، یه دروغ خیلی بزرگ که فقط و فقط برای به دست گرفتن قدرت طراحی شده. روایتی که عباسی‌ها و مخالفان دیگه می‌ساختن، شجره‌نامه فاطمیون رو اصلاً به پیامبر نمی‌رسوند. به جاش می‌رسوندنش به یه مردی به اسم میمون القداح. و به گفته اونا، این میمون القداح نه تنها آدم مقدسی نبود، بلکه یه بدعتگذار و حتی یه شعبده‌باز بود. و تبلیغات علیهشون واقعاً سنگین بود، یعنی از هیچ اتهامی فروگذار نمی‌کردن. میگفتن اینا پیرو یه فرقه افراطی هستن، میگفتن یه آیین دیگه‌ای رو مخفیانه پرستش میکنن، حتی میگفتن اینا هستن یهودی تبارن و میخوان اسلام رو از درون نابود کنن. یه لیست بلند بالا از اتهامات که هدفش فقط یه چیز بود، بی‌اعتبار کردن کامل فاطمی‌ها. پس ببینید، کل این دعوای بزرگ در نهایت به 2 شجره‌نامه خلاصه میشه. 2 شجره‌نامه که اصلاً و ابداً با هم جور در نمیان. از یه طرف روایت رسمی فاطمی هاست، یه تبار مقدس که به امامان پنهان و بعد هم به پیامبر میرسه. از طرف دیگه روایت مخالف است، یه تبار از آدمای متقلب و بدعتگذار. خب منطق میگه یکی از این 2 باید دروغ باشه، درسته؟ یا شایدم نه. حالا اینجا قضیه جالب میشه. چی میشه اگه بهتون بگم شاید هر 2 داستان یه تیکه هایی از حقیقت رو تو خودشون داشته باشن؟ تحقیقات جدید، مخصوصاً کارهای مورخ معروفی مثل برنارد لوئیس، یه نظریه خیلی جذاب رو مطرح میکنه که ممکنه بتونه این 2 روایت کاملاً متضاد رو به هم وصل کنه. نظریه لوئیس روی یه مفهوم خیلی کلیدی توی تفکر اسماعیلی بنا شده. اینکه 2 نوع امام وجود داره. یکی امام مستقر هست، یعنی همون امام واقعی و اصلی از نسل پیامبر، و یکی هم امام مستودع که مثل یه قیوم یا یه امانتدار موقته. وظیفه‌ش اینه که وقتی امام اصلی در غیبته از دعوت و نهضت محافظت کنه. خب با این دیدگاه همه چیز یه جور دیگه به نظر میاد، نه؟ این نظریه میگه شاید خانواده قداح اصلا متقلب نبودن. شاید اونا همون امامان مستوده یا نگهبانان وفاداری بودن که مأموریت داشتن راه رو برای ظهور امام واقعی یعنی عبیدالله المهدی آماده کنن.
اینجوری اون دوتا شجره‌نامه متضاد دیگه دشمن هم نیستن، بلکه هر کدوم بخشی از یه استراتژی خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر میشن. خب، حالا شاید بپرسید اصلا چرا این بحث سر یه شجره‌نامه انقدر مهم و جنجالی بوده؟ چرا انقدر سرش دعوا بوده؟ چون اون شجره‌نامه واقعا همه چیز بود. مشروعیت سیاسیشون به اون بند بود. قدرت دینیشون به عنوان رهبران معصوم از اونجا می اومد و برای پیروانشون این شجره‌نامه مدرک یه مأموریت الهی بود. برای همینم بی‌اعتبار کردن این تبار اصلی ترین سلاح دشمنانشون به حساب می اومد. یه داستان خیلی معروف هست در مورد یکی از خلفای فاطمی به اسم المعز که دقیقاً عمق این ماجرا رو نشون میده. میگن یه روز یه نسبشناس میاد و شجره‌نامش رو زیر سوال میبره. المعز در جواب چیکار میکنه؟ شمشیرش رو از غلاف میکشه بیرون و میگه این نسب منه. و بعد یه مشت طلا میپاشه روی طرفداراش و فریاد میزنه و این هم گواه من. این حرکت یه پیام خیلی واضح داشت. وقتی حرف و ادعای تبار مقدس کافی نیست، این قدرت شمشیر و توانایی جلب وفاداری با طلاست که مشروعیت میاره. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. وقتی تاریخ رو هم برنده ها می نویسن و هم دشمنانشون، ما چطور میتونیم حقیقت رو پیدا کنیم؟ این سوالیه که مجبورمون میکنه از شجره‌نامه‌های خشک و خالی فراتر بریم و به داستان‌های واقعی قدرت، ایمان و جاه طلبی نگاه کنیم. داستان‌هایی که تاریخ واقعی رو میسازن.